سلام، من مهدی محمدی هستم. اینجا در پلتفرم فیوچر هاو ما گفتگوهایی در مورد آینده و فناوری داریم، به ویژه تاثیراتش بر اقتصاد، کسب و کارهای ایرانی و بر آینده علم و فناوری ایرانی. خلاصه اینجا ما شروع کردیم به مجموعه گفتگوهایی در مورد آینده هوش مصنوعی و تاثیراتی که میتونه روی کسب و کارها و اقتصاد بگذاره. امروز خدمت آقای دکتر سعید روحانی هستیم، هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، و میخوایم در مورد ابعاد هوش مصنوعی، تاثیراتش، فرصتایی که برای کسب و کارها ایجاد میکنه، به ویژه یک کمی دقیق‌تر صحبت بکنیم در رابطه با این که وقتی داریم در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم یعنی چی، کاربرداش چیه و این آینده‌ای که متصوره که بعضا هم یه مقداری نگاتیو یا بدبینانه بهش پرداخته شده، آیا اینقدر بدبینانه است یا نه پر از فرصت و پر از تسهیل فضای زندگی و کسب و کار. سلام سعید جان، خیلی خوش آمدی، در خدمت هستیم. من میخوام ابتدای صحبتمون با خود مفهوم هوش مصنوعی شروع بکنم که به نظر تو وقتی میگیم هوش مصنوعی یعنی چی؟ حالا میشه حتی یه مرور تاریخی هم کرد که این ابعادش چی بوده، از کجا شروع شده، چون این مفهوم که مفهوم عملا جدیدی نیست که ما از دهه 1960 70 خلاصه هوش مصنوعی رو داریم، یعنی 60 70 سال از قدمت هوش مصنوعی میگذره. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که این سالها خب یه نوعی از یوز کیس ها و کاربردهای هوش مصنوعی توسعه پیدا کرده که یه مقداری شاید اثراتش تو زندگی فردی ما بیشتر مشهود شده، به خاطر همین بیشتر ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده. میشه یه کمی اینو توصیف بکنی که این از کجا اومد، برای چی اومد، به کجا خواهد رفت؟ خلاصه سلام مهدی جان، خدمت شما عرض ادب دارم و بینندگان گرامی این برنامه. خب خوب نکته‌ای رو اشاره فرمودید. حالا قبل از اینکه بریم به آینده برگردیم به گذشته، ببینیم چی بوده که الان به یه مفهومی به نام هوش مصنوعی رسیدیم و این همه دغدغه و بازورد برای ما ایجاد کرده که داریم بهش میپردازیم. همونطور که شما فرمودید 1962 آقای تورین اومد برای اولین بار، زمانی که مکانیزاسیون رو مطرح کرد و گفت محاسبات رو میتونه ماشین به جای انسان انجام بده، مفهوم هوش مصنوعی مطرح شد. الان خنده داره، یعنی اگر به اون نگاه آقای تورین نگاه کنیم، ماشین حساب یه هوش مصنوعی بوده تو اون زمان، یعنی یه چیزی که ماشین داشته به جای انسان ضرب میکرده، جمع میکرده، تقسیم میکرده. ولی خب مطمئنا در طول این همه زمان ما ماشین حساب رو یک دغدغه‌ای برای خودمون نمیدونیم، یا یه مشکلی یا یه چیزی که تغییر ایجاد کنه. ولی نگاه این که کارهایی رو که انسان انجام میده، از اون عملیات اولیه ریاضی گرفته تا کارهای پیچیده تر احساساتی حتی، وابسته کنیم به ماشین و بسپاریم به ماشین، و این ایده همینطور گسترش پیدا کرده. شاید زمانی که ما برای اولین بار اومدیم و مکانیزاسیون رو ایجاد کردیم، به چه معنا؟ خب ماشین مفهوم 0 و 1 رو فقط داشت، یعنی روشن یا خاموش. اول لامپ های خلا بودن، بعد تبدیل شدن به ترانزیستورها و بعد شدن آیسی ها که در سی پی یو ها ذخیره می شدن. اما همه اینها مبنای الکترومغناطیس داشتن، یعنی وجود جریان یا عدم وجود جریان، یا 0 یا 1. مبنای 2 که ایجاد شد، یعنی برای این ایجاد شد که من بتونم مثلا یک حالتی رو ذخیره کنم. ولی خب یک حالت در مبنای 2 یا 0 بود یا 1 بود. ما اسمش رو گذاشتیم باینری دیجیت. مخفف باینری دیجیت، اون باینری اول و دیجیت شد بایت، ببخشید بیت شد، و این باینری دیجیت شد یک حالت. اما ما برای که بخوایم این انواع مختلف مکانیزاسیون رو نشون بدیم، حداقل کاراکترهایی که رو صفحه کیبوردمون داریم بیشتر از 100 تاست، گفتن تا 256 حالت من باید بتونم به وجود بیارم. اومدن 8 تا از این دو حالتی ها رو کنار هم گذاشتن، یعنی 8 تا بیت رو کنار هم گذاشتن و به ترکیب اینا که شد 2 به توان 32 گفتن بایت، و این شد مبنای ذخیره سازی. اولین جایی که ما تونستیم ارتباط برقرار کنیم با ماشین که بگیم همین حرفایی که داریم میزنیم رو تو تبدیلش کن به کاراکتر رو با یه جدول اسکی یه عددی بین 0 تا 256 بده و بعد برش تو مبنای 2 توی رشته 8 تایی ذخیرش کن.
این اولین جایی بود که انگار به ماشین یاد دادیم مثل ما ذخیره کنه. این همینجوری ادامه پیدا کرد. یعنی این ذخیره سازی ها بیشتر شد، این قابلیت محاسبات بیشتر شد و رفت جلو و اتفاقا باز در حوزه آمار و علم آمار و حوزه محاسبات و محاسبات عددی ما مفهوم پردازش ها رو داشتیم. یعنی میتونستیم الگوریتم هایی بنویسیم که ماشین مثلا به جای ما سورت کنه، ماشین به جای ما تقسیم کنه، ماشین به جای ما رتبه بندی کنه و انواع اینها. و خب اینا یه فانکشن های ثابتی رو انجام میدادن. اما چه اتفاقی افتاد که با اینکه این همه الگوریتم و سیستم های محاسباتی وجود داشت، جامعه هیچ خبری از هوش مصنوعی نداشت. اون اتفاق چی بود؟ گره خوردن این الگوریتم ها و محاسبات با مفهوم پایگاه داده. ما از 1980 به بعد ذخیره سازی ساختارمند دیتا رو در سیستم هامون داشتیم. انگار همیشه یک موتوری داشتیم برای محاسبات، انجین داشتیم اما فیول یا سوخت نداشت. این انجین الگوریتم می اومد کارهای ساده محاسباتی میکرد، ولی وقتی یک باک پر از سوخت دیتا بهش دادیم تونست توی اینا به یک کاربردهای جدیدی برسه. اینی که الان یه چت بات با ما صحبت میکنه به خاطر اینه که یه حجم زیاد دیتای ساب تایتل فیلم ها رو بهش دادن مثلا. یعنی دیتا و ذخیره سازی دیتا و تغذیه دیتا برای این انجین این الگوریتم ها هوش مصنوعی رو و یا اون الگوریتم هایی که قبلا صرفاً برای محاسبات عددی و مکانیزاسیون بود به عرصه ظهور آورد. و من جمع‌بندی کنم این بخش رو، میخوام بگم از 1960 تا 2024 که خدمت شما هستیم عملاً دو اتفاق اساسی افتاد. یکی این که این الگوریتم ها و روش های محاسبات از صرفاً محاسبات عددی خارج شدن، کاربردهای متنوع پیدا کردن. دوم یک سوخت خیلی خوبی بهشون رسید و اون دیتا بود و این دیتا باعث شد که اینا کاربرد پیدا کنن در عرصه‌های مختلف، چون دیتاها در حوزه‌های مختلف مالی، اقتصادی، سلامت، ترافیک و الی آخر وجود داشتن. بسیار عالی. پس عملاً تو اینجوری فکر میکنی که عملاً از دهه 1980 به این ور این موتور محرک دیتا به ویژه، حالا بالاخره ما میگیم تو بحث‌های توسعه میگیم این چیپ فاکتوری که یا عامل ارزون قیمتی که موتور محرک این غولی به نام هوش مصنوعی شد، یه کمی اوپن شد، در دسترس تر شد، دیتابیس ها گسترش پیدا کرد و این موتور شد دیگه. خلاص حالا تو لایه ابزارهای تحلیلی چی؟ مثلا وقتی میایم تو لایه ابزارهای تحلیلی هم میبینیم خب اول کارکرداش بیشتر کارکردهای دیتا ماینینگی بوده بیشتر، بعد کم کم الگوریتمای یکم پیچیده‌تر اومده، رفته سراغ دیپ لرنینگ و الان جنراتیو ای آی در واقع داره توسعه پیدا میکنه و حتما نسل‌های یک آینده‌ای هم در حال ظهور و بروز. خلاصه این مکانیزم رو چجوری می‌بینی الان خلاصه تو لایه ابزارهای تحلیلی در واقع؟ دقیقاً اینم باز به نیچر یا ذات دیتا برمیگرده. در ابتدا ما نه صرفاً به خاطر تحلیل داده رو ذخیره می‌کردیم، به خاطر اتوماسیون داده رو ذخیره می‌کردیم. مثلا حضرت عالی میگفتید یک نرم افزاری من میخوام این کار یا این سرویس از راه دور یا الکترونیکی انجام بشه، بای پروداکت این دیتا بود. یعنی کسی نمیاد میگفت برای اینکه من میخوام دیتا ذخیره کنم یک سیستم برام بنویسید، میگفت برای اینکه میخوام یه فرایند رو الکترونیکی کنم، برای اینکه میخوام یه کاری رو از راه دور یا اینترنتی انجام بدم یه سیستم برام بنویسید. تو حوزه مهندسی نرم افزار اولم هیچ لایه‌ای به نام لایه دیتا نبود. ما وان لایر آرکیتکچر یا معماری تک لایه داشتیم. یه فایل اگزه داشتیم، تو خودش دیتا بود، تو خودش یو آی بود، تو خودش کد برنامه بود. بعداً دیدیم که دیکد کردن این فایل و دیباگ کردنش خیلی سخته، اومدیم لایه ها رو تفکیک کردیم. لایه مثلا یو آی رو، لایه واسطه کاربری رو از لایه اپلیکیشن یا کد برنامه و از لایه دیتا جدا کردیم. مثلا شد مولتی لایر آرکیتکچر یا معماری چند لایه. پس بای پروداکتش یک فضایی به ما داد به نام دیتا. اما اون دیتا چی بود؟ استراکچر بود، یعنی ساخت‌یافته بود. حالا دوستانی که رو طراحی داده یا مهندسی داده کار میکنن میگن این تیبل داشت، یه ساختار مشخص ذخیره سازی داشت. اما از سال 2000 به بعد ما وارد فضایی شدیم به نام فضای وب. شما در فضای وب
مطمئنا خیلی از اطلاعاتی که رد و بدل میکردی ساخت یافته نبود. بله. متن بود، عکس بود، تصویر بود و خب این اون مفهوم آن استراکچر یا غیر ساخت یافته رو ایجاد میکرد. الان از حجم داده ها که شاید در حد زتا بایت در دنیا میگن 80% آن استراکچره، چون ویدیو حجم زیادی داره، صوت حجم زیادی داره، همین تصویری که الان داره اینجا ذخیره میشه حجم زیادی داره و یه دیتاه. خب انگار اون سوخته قبلا از یه جنس بود، بعدا از یه جنس دیگه ای شد، از یه جنس پیچیده‌تر اما با کاربرد بیشتری شد. این نکته‌ای که شما فرمودید رو ابزارهای تحلیل درسته. ما اول که می‌رفتیم سراغ داده کاوی این داده‌های ساخت یافته رو داشتیم، مثلا x1 و x2 رو می‌گرفتیم، y رو محاسبه می‌کردیم. خب x یه متغیر مشخص، x2 یه متغیر مشخص، y هم مشخص بود. اما همینطور که رفتیم جلوتر دیدیم ما مثلا یه تصویر اولو داریم، تصویر دومو داریم، بعد تصویر سوم رو پیش بینی کنیم. خب این کار سخت‌تری بود. به همون نسبت توی علوم کامپیوتر ساینس الگوریتم های پیچیده تری اومدن. یه مفهومی داریم به نام کانولوشنال نورال نتورک یا CNN. این قابلیت رو داشت که با اضافه کردن لایه های میانی که شما فرمودید دیپ لرنینگ میتونست وزنهای بیشتری رو درگیر کنه، به قول آماریا درجه آزادی بیشتری رو لحاظ کنه و به سرعت بتونه حجم زیادی از داده ها رو تحلیل کنه. این قابلیت باعث شد که ما وقتی نوع غیر ساخت یافته این رو دریافت کنیم یا نوع غیر ساخت یافته داده رو داشته باشیم بتونیم تحلیل‌های خوبی بدیم. الان مثلا اینکه شما از روی عکس یک تصادف میتونی تشخیص بدی که خسارت مثلا این ماشین چقدره، به جای که یه نفر رو بفرستی ارزیابی کنه که توش فراد هم داره، بالا بزنه پایین بزنه. خب این نشون میده که این تونسته عکس‌های قبلی رو تحلیل کنه، خسارت‌های درست قبلی رو ثبت کنه. الان وقتی دو تا ماشین با هم تصادف میکنن ماشین آسیب دیده رو شناسایی کنه، مدلش رو حتی شناسایی کنه، بفهمه این سپرش آسیب دیده، این سپر تو رفتگی داره میتونه درست بشه یا باید تعویض بشه. و خب این کاربردهای بسیار زیادی از همین جنس میتونه داشته باشه و وقتی ما وارد دیتای آن استراکچر شدیم و تحلیل اونها، همین نکته‌ایه که شما فرمودید. بسیار عالی. حالا فکر کن مثلا این مسیر رو طی کردیم، رسیدیم این سالهای اخیر به ویژه روی ظهور جنراتیو ای آی ها و به ویژه دستیارهای هوشمند مهمی مثل کاری که اوپن ای آی و بقیه کردن. خلاصه این مسیری که شکل گرفته رو آیندهشو چجوری میبینی؟ یعنی احتمالاً کدوم اتفاق مهم در 5 سال آینده یه چیزی شبیه همین جنراتیو ای آی آیا به وقوع میپیونده یا نه، یا همین توسعه و تطور و تکامل پیدا میکنه؟ خلاص خب قبل از اینکه این سوال جواب بدم، چون ابتدای صحبتم شما فرمودید بعضی دیدها نسبت به این هوش مصنوعی شاید منفیه و حقم دارن، چون مسئله ناشناخته‌ایه. من یادم یه زمانی راجع به موبایل همین دید بود، یه زمانی راجع به اینترنت همین دید بود و این نگاه هست. ولی من میخوام بگم که آینده هوش مصنوعی یعنی کیفیت زندگی بشری. یعنی من آینده هوش مصنوعی رو مساوی با افزایش کیفیت زندگی انسان‌ها میدونم. چون همیشه فناوری به ما کمک کرده. یعنی فناوری درسته که یک سری نکاتی داره که باید مدیریتش کنیم، اما همواره کیفیت زندگی بشر رو افزایش داده. شما هر فناوری رو که بری بررسی کنی مثلا باعث افزایش طول عمر بشر شده، از بحث‌های سلامتی گرفته تا همین بحث‌های آیتی گرفته. ما رو در آینده هوش مصنوعی بی‌نیاز میکنه از تسکایی که شاید قبلا زمان میذاشتیم، انرژی میذاشتیم و حتی ذهنمون رو درگیر میکردیم. من اعتقاد دارم هوش مصنوعی حتی طراحان و محققان ما رو یه لایه بالاتر میبره. یعنی ما رو میبره به طراحی هوش مصنوعی، نه تکرار کارهای روزمره مودا و اضافه. یعنی ما اگر در آینده هوش مصنوعیمون تکامل پیدا کنه و بعد توضیحی که میخواستم بدم اینه که قابل اعتماد بشه که انشالله اون رو بعد روش بحث کنیم، میتونیم خیلی از کارها رو بهش بسپاریم و مثلا تصادفات ما رو کم کنه. چقدر افراد مثلا تو همین تصادفات با هم درگیر میشن. خب یه اتومبیلی که مثلا اتونومس ویکله و داره رانندگی میکنه نرخ تصادفش بسیار پایینه،
و اصلا جلوگیری میکنه از اون تصادف. این هم آسیب نمیزنه، هم دردسر بعد از تصادف رو نداره، هم خسارت‌های بدنی و محیط زیستی رو نداره. پس ما در آینده هوش مصنوعی مطمئنا به کیفیت زندگی انسان کمک میکنه. این هم که میگن شغل‌ها از بین میره، بله شغل‌های بدون ارزش افزوده از بین میره، اما شغل‌های سطح بالا که اینتלקچوال باشه و فکری باشه که ما بهش نیاز داریم، آینده بشری به این شغل‌ها نیاز داره، اونها اتفاقا افزایش پیدا میکنه و نیاز بیشتری داره. اما اگر به سوال شما بخوام درست بپردازم، اینکه آینده اینها به چه سمتی میره، میخوام بگم یه نیازی رو الان طراحان دارن بهش فکر میکنن که هنوز یوزرها درگیرش نشدن. اون چیه؟ این که ما وقتی که از یه چتبات مثلا مبتنی بر جنراتیو ای آی سوال میپرسیم به ما پاسخ میده، ما هیچ وقت سوال وای ازش نمیپرسیم. چرا؟ تو چرا جوابت اینه؟ ما معمولا وات میپرسیم، مثلا این چی میشه یا این چه جوریه، ولی اینکه چرا تو چنین جوابی دادی رو معمولا نمیپرسیم. مفهوم explainable AI یا هوش مصنوعی که بتونه برای ما استنتاج کنه، دلیل بیاره، یه لایه عقب‌تر بره، آره، و بگه چرا من این جوابو دادم. مثلا با از بین 100 مورد 90 مورد اینو گفته بودن، من با احتمال 90% دارم اینو میگم، اما 2 موردم استثناء هستا. هیچ وقت ما استثناء رو نمیگه هوش مصنوعی، چون بر مبنای احتمالاتی هیچ وقت ما استثناء رو نمیگه. اما اون هوش مصنوعی که بتونه بعدن کیس بیس ریزنینگ داشته باشه و ما استثناء هم ازش بخوایم، نکته مهمیه. پس اگر ما به آینده نگاه کنیم، ما بعدن سوالای چرا رو از هوش مصنوعی میپرسیم و این هوش مصنوعی باید به ما بتونه استنتاج کنه، بتونه بگه به این دلیل، به این روش قیاسی، به این روش استنتاجی من این پاسخ رو بهت دادم، یا مسیر استنتاج من این بوده. خیلی از شرکت‌ها دارن روی این رویه کار میکنن، چون میدونن وقتی تصمیمات مهم رو بسپاری به AI، علاوه بر جواب تصمیم، علت تصمیم رو هم باید بدونی. و خیلی از مسائل یا پرابلم‌های ما جواب آخر مهم نیست، راه حل مهمه که اون راه حل چه مفهومی داشته باشه. پس یکی از رویکردهایی که در AI آینده هست پاسخگویی به چرایی جواب خودشه. و دومین رویکردی که هست اینه که اعتبار. ببینید ما باز تفاوتی که دانش انسان با دانش مبتنی بر دیتا داره همین اعتباره. شما وقتی از یه فرد خبره سوالی رو میپرسید، اون فرد خبره میگه که احتمالاً مثلا در تابستان هوا گرم میشه. میگه چند درجه میشه؟ میگه مثلا بالای 40 درجه، نمیدونم همین حدود. به شما دقتی رو نمیده، میدونه فقط گرم میشه، چون اینو حس کرده، تکرار شده، حس کرده، دانش مبتنی بر تجربه است و بر مبنای حسش میاد و یه عددی رو میگه. حالا بگی فردا با چه احتمالی مثلا بالای 40 درجه است، بازم نمیتونه بهت بگه، یعنی باز یه مسئله کلی رو میگه. اما دانشی که حاصل از هوش مصنوعیه، چون مبتنی بر دیتا و فراوانی دیتاست، میتونه یک اکیوریسی، دقت و ریلایبیلیتی به شما بده که اون مبنای تصمیماته. باز ما دوباره و حس اعتماد بالاتری رو ببر. الان ما سوالاتی که باز دوباره از مثلا چت جی پی تی میپرسیم، نمیگیم چقدر بهش مطمئنی، نمیپرسید دیگه. اون نمیگه که مثلا 83% جوابم مطمئنه. پس یه بخش دیگه‌ای که در آینده ما از هوش مصنوعی طلب خواهیم کرد درجه اطمینانشه، چون میتونه بده علاوه بر این که من چجوری اینو استنتاج کردم، چقدر اطمینان دارم به این جواب. اتفاقا یکی از خطاهایی که حالا شاید روزمره باش درگیریم اینه که همه یه اعتماد کاملی هم میکنن به هوش مصنوعی، میگن هر چی جواب داد درسته، کپی پیست میکنن و به ما میدن و میبینیم که یه تمپلیته. اگه اون بهشون میگفت این جواب 60% درسته، این کار نمیکردن، چون نمیگه درجه اعتماد رو و درجه اطمینان رو، با اینکه میتونه محاسبه کنه. این البته خب شرکت ها این کارو کردن که این توسعه بهتر رخ بده. خب این اتفاق نمیافتاد که شما به هر قیمتی شده همون جواب رو بدونی که دقت کنی بدی به نفر بعدی. اون درجه اطمینان رو شما رو آگاه کنه به اون درجه اطمینان، تو تصمیم گیریات بهتر میتونی ازش استفاده کنی و این اتفاق میفته. پس من دو روندو در آینده هوش مصنوعی میبینم. یکی explainable AI که بتونه به شما دلیل انتخابش رو و دلیل پاسخش رو بگه، و دوم اعتماد برای شما بسازه و درجه اعتماد رو بگه. درجه اطمینان رو ببره بالا. خلاص
اوکی، پس ما فرض رو بر این بذاریم که این مسیری که در حال شکل گیری این دوتا روند رو هم طی میکنه با توجه به ابزارهایی که مخصوصا این 2-3 سال اخیر خیلی توسعه پیدا کرده تو حوزه هوش مصنوعی و خودت هم میدونم با خیلیشون کار میکنی یا مثلا در واقع استفاده کردی اینا. به نظرت کدوم ابزارها الان هم درجه این دوتا مشخصه داخلشون بیشتره، هم بیشتر قابل اطمینانن، هم بیشتر احتمالاً مثلا میشه ریزنبلن به قول معروف؟ یکی این، دوم این که به نظرت کدوم دسته از ابزارهای هوش مصنوعی در آینده نزدیک بیشتر رشد میکنه؟ مثلا ابزارهای بیشتر پردازش تصویری هن، بیشتر پردازش صوتی هن، بیشتر پردازش متنی هن، یا نه مثلا میگی دستیار هوشمندن؟ یعنی این مسیر کدوم وره احتمالاً، یا حالا نیازها احتمالاً یه بخشیش هم در واقع تصویر رو توصیف خواهد کرد، ولی تصویر خودت چی از این حداقل توی آینده 5 سال آینده خلاص؟ ببینید سردمداران توسعه AI همون شرکت‌های معروف حوزه آیتی هن. مثلا کاری که پروژه‌ای که IBM به اسم واتسون یا دکتر واتسون شروع کرد که شاید هنوز ما به عنوان یوزر عادی باش کار نمی‌کنیم و احتمالاً صنایع مهم آمریکا یا کشورهای دیگه یوزرشن، ما اصلا خبر نداریم که اون چه قابلیت‌هایی داره، چه برسه به این که بخوایم بگیم اون مثلا چه ابزاریه. ولی خب ما میدونیم که مثلا طبق گزارش خود فوربس تو سال 2022 خود وزارت امور داخلی آمریکا یه سرمایه گذاری عظیمی رو IBM و واتسون کرد برای تحلیل سیاست کشورها در دنیا. یعنی تا ریزترین دیتا رو به این پروژه واتسون میدن برای اینکه اکشنشون نسبت به یک کشور در دیپلماسی چی باشه. خب یه چنین پروژه‌ای به این عظمت مثلا تو IBM تعریف شده که یوزرش ماها نیستیم، مطمئنا یوزرش سیاستمدارای آمریکان و خب این بزرگترین پروژه‌ایه که از منظر هوش مصنوعی و تحلیل داده الان در دنیا مطرح شده. ولی بعد شرکت‌هایی مثل مایکروسافت یا گوگل یا مثل خود اوپن AI اینها محصولات مبتنی بر ایندیویدوال و افراد رو ارائه دادن و همونطور که شما فرمودی خیلی هاشون فضای چت بات ها رو فعال کردن. فضای چت بات ها به این دلیل پررنگه که ما از قدیم یک نیاز به همراه داشتیم. انسان همیشه دیدی دنبال یه رفاقت، همراهی همسره و اون همراهی چت باته همیشه یک پاسخگوی همراهه. یعنی این نیاز رو شناختن که شما با حالت محاوره‌ای میتونی با یه نفر صحبت کنی. ما قبلا میگفتیم اکسپرت سیستم، یه سیستمی که مثلا دانش داشته باشه، رول ها رو بدونه، هم باهاش هم نوایی و هم صدایی کنی و هم یه سری سوالات رو جواب بدی. این مفهوم در واقع ایجنت ها یا عاملای هوشمند شخصی که الان نمونه هاشو داریم میبینیم مثل پایلوت مایکروسافت یا همین چت جی پی تی اوپن ای آی، خب به این دلیل که خیلی راحت باشون ارتباط برقرار میکنیم خیلی داره استفاده کاربری پیدا میکنه. اما اتفاقا هوش مصنوعی اپلیکیشن های تخصصی زیادی رو داده. مثلا تو حوزه سلامت الان خب شما با اسکن تصویر بدنت نارسایی های بدن و اسکلتی و حتی تمرین های ورزشی که شما باید با تجربه این اسکلت و بدن انجام بدی ابزار داره بهت پیشنهاد میکنه. اما خب اینا رو شرکت های دیگه رفتن رو سکندش کار کردن، یعنی رو سرویس دومی کار کردن و اینا رو معمولا پرمیوم میکنن و با یه پولی به کاربر میدن و کاربرد خیلی زیادی روی پزشکی، سلامت، روی تشخیص مشکلات و حتی خب شما هم گفتید مثلا ما ابزار خیلی زیادی الان برای تولید محتوا داریم که شاید در گذشته ما اگر می‌خواستیم یه 10 تا مثلا مقاله رو بخونیم و خلاصه کنیم یه دانشجومون رو میفرستادیم یه جدول تهیه کنه حداقل 10 تا ابسترکت رو بخونه، ولی الان در واقع همون چت جی پی تی 4 داره براش انجام میده، 10 تا فایل پی دی اف رو میده به اون و اون دقیقاً اون جدول رو براش ترسیم میکنه. اینجا البته میشه راجبش بحث کرد که گفتم عمق تحلیل رو باید ببریم بالاتر، یعنی شروع کار رو به جای ساختن اون جدول بگیم استفاده از اون جدول که اون دانشجو دیگه نگه دیگه کار تموم شد، بگیم حالا تو از این جدول چه برداشتی میکنی. یعنی کار درجه دوم یا حالا ما قبلا بهش میگفتیم سکندری ناولج، یعنی دانش ثانویه، یه دانشی که شاید توی
اولی نیست. مثلا پیپرها رو میخونی دانش کلی به دست میاری، ولی وقتی که یه سیستماتیک لیترچر ریویو میخونی یه دانش کلی از اونها به دست میاری. شاید ابزارام الان رو محتوا دارن این کارو میکنن، یه دانش ثانویه ایجاد میکنن که اون سریعتر به ما منتقل بشه چون حجم داده هام زیاده. ولی اون نکته که فرمودی به نظر کدوم بخش بیشتر پیشرفت میکنه، من ایدم اینه که آینده وب ویدئوه. یعنی ما ابزارهای هوش مصنوعیمون هم میره به سمت ویدئو. یعنی همین در واقع چت جی بی تی یا اسیستان ها هولوگرام میشن، آواتار میشن و با ما به صورت تصویری صحبت خواهند کرد به جایی که ما تایپشون کنیم. و این فضای هولوگرام یا فضای ویدئو وجود داره. تو این فیلم های ساینس فیکشن هم دیدیم دیگه. حالا اون طرف اونجا هولوگرامی هست و صحبت میکنه و اصلا مفهوم تکس یا مفهوم دیتا انتری از بین میره و انسان ها خیلی راحت تر فارغ از فضای وب و دیتا انتری و اینها کارهاشون رو انجام میدن و این همون جاییه که من اعتقاد دارم کیفیت زندگی بشری رشد میکنه. دقیقاً. این یادم سال 2014-15 بود، من یه سفری داشتم سوئد بود، رفتیم یه جایی رو دیدیم اسمش بود اریکسون استودیو، خلاصه استودیوی شرکت اریکسون بود. در واقع یه جور آینده نگاری بود از، یعنی پروژه های آینده محور اریکسون اونجا دمو شده بودن، یه نمونه‌ای ساخته شده بود. بعد یه مدیری داشتن اومد برای ما یه پرزنتیشنی کرد. اولین سوالی که از من کرد این بود که تا حالا دقت کردی، گفت مثلا بچه داری؟ گفتم آره. گفت چند سالشه؟ مثلا اون موقع 10 سالش بود. گفت حالا دقت کردی چجوری سرچ میکنه؟ گفتم خب سرچ میکنه احتمالاً. گفت نه، ازش بپرس یه موضوعی رو سرچ کنه. تازه دختر من مثلا الان دیگه دانشگاهی شده، ولی این نسل جدید الان مثلا پسرم یا بچه‌ای که مثلا ما تحت عنوان نسل زد و بعدش نسل آلفا میشناسیم، اون موقع این در واقع مدیر تحقیق توسعه اون اریکسون استودیو به ما گفت که دقت بکنین، اینها این نسل جدید مثل شما نیستن دیگه، سرچ و جستجوی تکست محور نمیدونن. اینا یک با صدا سرچ میکنن، یعنی ابزار سرچشون صداست به جای نوشتن. دو، تصویر رو سرچ میکنن، یعنی اینکه میرن یوتیوب رو سرچ میکنن، دقیقاً تو گوگل سرچ نمیکنن. یعنی بازی محتوا به شدت تصویر محور، به شدت صدا محور و به قول شما خود به خود این دوتا وقتی میاد وسط، خود به خود مفهوم هولوگرام میاد وسط. احتمالاً در یه افق زمانی یه کمی بلند مدت ترش مفهوم متاورس خیلی پررنگ میشه و بازی اصلا هوش مصنوعی دیگه بازی هولوگرام و متاورس خواهد بود احتمال زیاد، یعنی توی پروجکشن شاید 10 سال آینده. خلاصه این نکته جالبی بود. این نسل بعدی هوش مصنوعی رو به عنوان یک چیز جدید نمیدونن، به عنوان یک چیز کاملا دیفالت. بله. ما میگیم به عنوان مثلا اگر ما حالا دوران ما کامپیوتر هم اومد یه چیز جدید بود، ولی فرض کن مثلا اگر ما کامپیوتر رو به عنوان چیز دیفالت میدونیم، اونا هوش مصنوعی رو به عنوان چیز دیفالت میدونن، چون به قول شما رفته تو متاورس اصلا با همراه تیمیش که خودش گیم بوده یا کامپیوتر بوده بازی کرده و اصلا دیده یه هوش مصنوعی چجوری باهاش میتونه هم تیمی باشه. خب همین کارو کرده و اصلا چیز عجیبی براش نیست. یا وقتی ما الان تو فضای بلاک چین و کریپتوکارنسی ها میسپاریم تولید یک ارزش مالی رو به یه ماشین، یعنی چقدر بهش اعتماد داریم؟ یعنی این اصلا اون نگاه آینده این نیست که مثلا ما با یه چیز جدید عجیب غریبی روبرو میشیم، وای الان باید باش چیکار کنیم، یا مثلا ممکنه یه ترسی بخوایم داشته باشیم. اینا یه همراه خیلی خوب دارن. حالا احتمالاً این فیلم‌های ساینس فیکشنی هم که دیدید، مثلا جالبه تو این فیلم کریئتور داره نشون میده که هوش مصنوعی داره محافظت میکنه از انسان، ولی انسان چون خطای انسانی همیشه هست، مثلا بمب اتم میزنه تو لس آنجلس و بعد میگه ای آی این کارو کرده، در حالی که ای آی پناه میبره به یه جایی و مثلا میره یه گوشه‌ای میشینه و داره محافظت میکنه که زمین نابود نشه. بله. یعنی حتی اگر ما درست تربیت کنیم، مثل نسل بعدی بونه، ما اگه نسل بعدیمون رو درست تربیت کنیم، اونا اتفاقا ممکنه محافظای بهتری باشن. هوش مصنوعی هم همینه، هیچ وقت مخلوق از خالق قوی تر نیست. مخلوق میتونه تبعیت کنه از قواعد درست خالق.
پس این ترسه که حالا مثل فیلم ماتریکس میشه، نمیدونم میان به ما تسلط میکنن، من حداقل چنین حسی ندارم و میدونم هیچ وقت هیچ مخلوقی از خالق قوی تر نمیشه و چه خوب که این مخلوقمون رو ببریم سمت روش ها، رویه ها، سیاست ها و رویکردهایی که آیندهمون رو حفظ کنه و کمک کنه که نسل بشر بهتر روی کره زمین زندگی کنه. بله. این حالا بالاخره در رابطه با اینکه بالاخره اثرات اقتصادی و بیزینسی هوش مصنوعی چجوری خواهد بود، این مؤسسات مخصوصا مشاوره بین‌المللی خیلی آمار و ارقامای جذابی دارن. حالا جذاب و از یه طرفایی هم آدم میگه خب یه کمی متوقف بشیم، فرصت‌ها رو بقیه بردن دیگه. خلاص مثلا PwC اگر اشتباه نکنم یه برآورد 16 تریلیون دلاری داره از اقتصاد هوش مصنوعی، یا مثلا گزارشی که ورلد اکونومیک فروم میده از آینده تاثیرات دیجیتالیزیشن و هوشمندسازی بر صنایع مختلف یه ارزش حدود 100 تریلیون دلاری برآورد میکنه توی افق زمانی 2030. خلاص و حتی حالا نوع سرمایه گذاری هایی که داره میشه در حوزه هوش مصنوعی، البته خب بالاخره محوریت هنوز آمریکاست، ولی خب ما تو تحرکات جدی تو شرق آسیا به ویژه تو چین داریم میبینیم. به نظرت با توجه به این گزارش‌های بین‌المللی این رونده چجوری خواهد رفت و چقدر احتمالاً ما پتانسیل داریم؟ با توجه به سهم اقتصاد ایران هم از اقتصاد جهانی که حالا زیر 1%، ما همون 1% هم اگه داشته باشیم یا زیر 1% هم داشته باشیم ما راضییم از هوش مصنوعی. ولی واقعاً یکی این که این برآوردها رو چقدر دقیق میدونی یا آمار خاصی اگر مد نظرته که پروجکشن آینده رو داره نشون میده؟ دو اینکه وضعیت ایران چجوریه به نظرت؟ شما خودت دیگه تو حوزه‌های اقتصادی استادی، ما تو این حوزه‌ها خیلی شاید اطلاعات خاصی نداریم. من فقط 2 تا مفهوم رو بگم و بعد فکر کنم اینا کمک میکنه به اون پروجکشن تو آینده ایران. ببینید هر کشوری به خصوص تو بحث سلامت مجبور وارد شه. شما دیدید وقتی که کووید اومد هیچ کشوری نگفت آقا من مثلا دیگه نمیرم بذار بمیرن مردم من، حتی شده هزینه کنه اون واکسن رو وارد کرد یا با WHO همکاری کرد. چرا؟ چون این مسئله مهمه برای مردم و سلامتی مردم خیلی مهمه. جالبه به شما بگم مفهوم سل تراپی یا درمان با سلول‌های بنیادی امروزه به کمک هوش مصنوعی داره کیور کنسر یا سرطان رو میده. یعنی شما اگر سلول‌های بنیادی رو داشته باشی که معمولاً بالاخره از بند ناف گرفته میشه، مطمئناً اگر سرطانی در خانواده رخ بده کیورش از همونجا به دست میاد و هوش مصنوعی میتونه ژنوم اون رو درست کنه، ژنوم کیوری که بیاد و این رو حل کنه. ولی خب این یه درمان گران قیمته. چرا؟ چون توش هم سل تراپی هست، یعنی استفاده از سلول‌های بنیادی هست، و هم به کارگیری هوش مصنوعی عظیمی که ترین شده بر مبنای همه اینها، که مثلا مجموعه‌های بین‌المللی الان در کانادا حجم بالای سرمایه‌گذاریشون رو گذاشتن روی همین کنسر و دارن میرن جلو. من پیش بینی اینه که حداقل تو کشور ما روی پایه سلامت این پیش میره، چون نیاز مردمه. شما وقتی بدونی در دنیا یک کیوری، یه درمانی برای سرطان وجود داره مبتنی بر هوش مصنوعی، اصلا مطالبه میکنی از حاکمیت، مطالبه میکنی از دولت، مطالبه میکنی از بخش خصوصی که به هر قیمتی شده اینو برات بیاره، چون بحث مرگ و زندگیه. پس من به نظرم حالا آمارایی که هست حداقل حالا شما گفتی در حد بالای حتی 100 تریلیون دلار داره روی این حوزه سرمایه گذاری میشه، رو قسمت سلامتش یه حجم خیلی زیادی سرمایه گذاری شده و من فکر میکنم با توجه به وضعیت اقتصادی نسبتاً مناسبی که ما در خاورمیانه داریم، حالا در مجموعه خاورمیانه نگاه کنیم، بالاخره کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران بالاخره از نظر درآمد سرانه مناسباً، مطمئناً کاربردهای سلامت وارد کشور خواهد شد. پس اولین یوز کیسی که برای هوش مصنوعی فکر می‌کنیم عملیاتیش رشد میکنه حوزه سلامت. من به نظرم سلامته و دومی تو حوزه بانک و بیمه است.
چرا؟ چون باز کشور ما بالاخره یه یوزر بالای اقتصادی داره و حجم بالای واردات، صادرات، بحث‌های اقتصادی داره با بیش از 80 میلیون جمعیت، یه سیستم بانکی نسبتاً استیبل و دیتای خیلی زیادی توی این مجموعه وجود داره و هوش مصنوعی میتونه کمک کنه هم برای کاستومیزیشن، سفارشی کردن. الان ما مثلا سرویس هایی که بهمون پیشنهاد میشه هیچ کدومش کاستومایز وضعیت من نیست. من همین امروز 10 میلیون اومده تو حسابم، هیچ بانکی تشخیصش نمیده، هیچ کی هم نمیگه. آخر سال که من هیچ پول ندارم یه SMS اوراق بهادار میاد. یعنی نشون میده چی؟ هیچ کاستومیزیشنی رو وضعیت حساب من نداره. امروز که 10 تومن اومد رو حساب من، تو چه پیشنهادی به من دادی؟ هیچی، تا من خرجش کردم. ولی آخر سال یه SMS میزنه، SMS انبوه میزنه. خب این نشون میده که من هیچ پرسونالایز آنالیتیکسی نداشتم. هوش مصنوعی چون این قسمت بحث درآمدی و کسب سوده، رو سفارشی سازی محصولات بانک و بیمه و مالی به نظرم ورود میکنه و ما الان مثلا رو احراز هویتش دیدی زمانی که بحث بورس بود و حالا اون احراز هویت خیلی مطرح شده بود و دوران کرونا بود، چقدر همین سیستمای هوش مصنوعی که تطبیق تصویر و صوت و عکس کارت ملی بود به کار گرفته شد برای بحث، حالا اسمش یادم رفت، یه سیستمی بود برای سجام، برای سجام در واقع به کار گرفته شد. یعنی نیاز همیشه اپلیکیشن رو میکشونه. نیاز سلامت و نیاز بانکداری و مالی به نظرم دوتا حوزه‌ایه که ایشالله تو کشور ما در همین سالهای اخیر ایشالله میاد و ما رشدش رو میبینیم. این حالا چون به بحث در واقع سیستم‌های مالی و بانکی و فایننس و اینا اشاره کردی، به نظر میرسه تو دنیا هم همینه. یعنی الان جز اولین یوز کیس هایی که در واقع هوش مصنوعی خیلی نفوذ کرد، اول سیستم‌های دستیاره هوشمند بورس بود در واقع. روبو ادوایزرها دیگه در واقع ادوایزرهای هوشمندی که کمک میکردن به تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام و از این جور چیزا. من یه بار یه مطالعه میکردم دیدم که مثلا تو برزیل جالب 70% کسایی که سهام تو بورس دارن از روبو ادوایزر استفاده میکنن. یعنی از دستیارهای هوشمند، رباتای هوشمند استفاده میکنن. میدونی شبیه چیه؟ حتی اگرم شما 100% به اونا اطمینان نداشته باشی، شبیه این نویگیشن ویز یا گوگل مپه. دیدی ما یه جایی رو 10 بارم رفتیم ولی برای اطمینان بازم میزنیم. این به این خاطر نیست که ما آدرس رو بلد نیستیم یا مثلا حالا خیلی هم اون داره به ما کمک میکنه. معمولا انسان یک تایید میخواد. انسان در کارهاش یه تاییدی، وقتی یکی میاد از ما تعریف میکنه ما یه حس خوبی پیدا میکنیم. یکی از کارکردهای هوش مصنوعی تایید تصمیمات انسانه. یعنی اگر لازم حتی تو تصمیم بدونی ولی تاییدت کنه، خب حس خوبی پیدا میکنی. اون دیتایی که بالاخره از بازار بورس هست همون دیتای استراکچریه که گفتم خدمتتون تو سیستم ها بود و اون دیتا نوع اولیه در واقع تحلیل داده هاست و ما خیلی راحت میتونیم بهش برسیم و الان تو کشور خودمون هم همونطور که شما فرمودی تو بانک و بیمه و حتی بورس کارهای تحلیلی خیلی خوبی شده رو پیشبینی قیمت ها، رو پیشبینی در واقع ریسک سرمایه گذاری ها. فقط اینا باید بیاره اتفاقا در لایه‌های بالا. ما تو لایه‌های انسانی و کارشناسی معمولا خوب استفاده میکنیم. وقتی میخواد بره بالا تو لایه‌های کالکتیو بشه، بره تو لایه‌های بالاتر، من فکر میکنم حالا تو لایه‌های مدیریتی یا لایه‌های مدیران ارشد ما هنوز نتونستیم نفوذ کنیم. یعنی اگرم چیزی هست زینت المجالسه، یه داشبوردی درست میکنن ولی تصمیم گیری رو بر مبنای اون انجام نمیدن. شاهدش هم اینه که ما چقدر جلسه و شورا و کمیته داریم. یعنی ما تصمیم گیری داده محور یا مبتنی بر تحلیل هوش مصنوعی رو هنوز قبول نداریم. دقیقاً. یه چیزی میخواستم بپرسم، واقعیتش این با تجربه که خودت هم یه دستی بر آتش داری دیگه، در واقع یه سری کارهای هوش مصنوعی جای مختلف میکنی که بیشترم میدونم رو پردازش تصویر و اینا کار میکنی. مهمترین چایی که الان تقاضا دارن تو ایران برای استفاده از هوش مصنوعی، اونم با پردازش تصویر، کیان بیشتر؟ یعنی کیا رفتن سراغش؟ خلاص حالا شاید بگیم اون جاهایی که نیاز خیلی پررنگه. ما مثلا یه نیازی از دندان پزشکا داشتیم. دندان پزشکا وقتی عکس OPG رو میگیرن،
حالا اون لابراتوار تازه خوب انداخته باشه بد انداخته باشه بماند، شما بعد فیزیکیشو که چاپ شده رو میآوردی تحویلش میدادی روی صفحه نور میذاشت و بعد میدید و بعد تازه تشخیص میداد که آیا اینجا پوسیدگی دارد یا ندارد، یا این پرکردگی قبلی به عصب رسیده یا نرسیده. و معمولا این کار چشمی انجام میشد و مثلا گاهی وقتا تصمیم میگرفت میرفت خالی میکرد میگفت به عصب رسیده یا نرسیده، به قول خودمون تجربی روی دندون بنده خدا عملیات انجام میداد، پول اضافه هم شاید از بنده خدا میگرفت، مثلا میگفت که آقا اصلا کانالش مثلا عفونت نکرده، براش عصب کشی هم میکرد، در حالی که نیاز نبود، با یه پرکردگی انجام میشد. چون بالاخره کیس بین المللیش وجود داشت روی دیتای عکس‌های OPG و میزان پوسیدگی و به عصب رسیدن اینها، مثلا کاری که خود ما انجام دادیم یه بالای 10,000 تا عکس OPG و لیبل گذاری شده بر مبنای نوع پوسیدگی ها رو گرفتیم و یه سیستمی الان برای دندانپزشکان آماده شده که این سیستم میتونه تشخیص بده چه حجم کاری رو کدوم دندون باید انجام بده و عملاً تشخیص دندانپزشک رو تقویت میکنه و جلوگیری میکنه از کار اضافه برای بیمار حتی، یعنی بیمار مجبور نشه کار اضافه تری رو انجام بده. یه ویژگی دیگه هم داره برای بیمه ها که بیمه ها میتونن از طریق اون سیستم این که آیا یک کار اضافه تری رو اون کار انجام شده، چون عکس افتر و بیفور هم بعداً میگیریم و عملاً به جایی که باز ارزیاب بیاد این دوتا رو تشخیص بده که آیا واقعاً این کار انجام شده یا نشده، کار افترش رو هم اون سیستم تشخیص میده و پیشنهاد میده که این چه هزینه‌ای رو باید داشته باشه. هم کمک میکنه به شرکت‌های بیمه تو ارزیابی خسارت، هم کمک میکنه به بیمار برای اینکه دقیق بدونه که واقعاً چه کاری باید براش انجام میشه، هم به پزشک کمک میکنه کار اضافه انجام نده یا دقت داشته باشه یا مثلا خدای نکرده یا آسیبی رو به دندون فرد بیشتر وارد نکنه. جالبه. من مثلا این مؤسسه سی بی اینسایت رو اگه دیده باشی، سی بی اینسایت در واقع داده‌های تخصصی در مورد وضعیت هوش مصنوعی تو دنیا رو هر سال تولید میکنه و اینا. یه گزارشی داره تحت عنوان AI 100 استارتاپ بزرگ AI هر سال رو رنک میکنه، خلاص بر اساس ارزش والویشنی که خوردن، خلاص ارزش گذاری که شدن. من یه بررسی اینا رو کردم که آقا اینا تو چه حوزه‌ای هستن. مثلا از 100 تا اولش 12 13 تاشون حوزه سلامتن. از 12 13 تا 2 تاشون همین بیزینسی هستن که تو داری میگی. یعنی کارشون همینه، روی عکس‌های پزشکی هم عکس‌ها رو کیفیت رو میبرن بالا، یعنی ریدیبل ترش میکنن، هم روش تشخیص دقیقاً در واقع ما تو دوران کرونا، حتی دیگه گذشت دوران کرونا، ولی عکسای رادیوگرافی سینه رو میگرفتیم و اتفاقا دانشجوهامون این کار رو انجام دادن و تشخیص میزان در واقع اون خدای نکرده اگر عفونتی در بود یا اون تخریب ریه رو یا اینکه واقعا اون کروناست یا ممکنه یه گرفتگی نقطگی باشه رو تشخیص میداد. خب اون زمان اگر اون سیستم که ما اینقدر محدودیت داشتیم، خوبیش این بود که حتی میتونست خیلی در همه جا استفاده بشه و اینکه حالا رفت آمد بیمار زیاد کنه رو کاهش میداد. و خب ما هر جایی که دیتا داشته باشیم دکتر جان، یعنی هر جایی که ما دیتا داشته باشیم خوشبختانه الگوریتم‌ها ما کمک میکنن، ولی کیفیت داده ها مهمه. یعنی ببینید ما الان همین بحث OPG تصویر دندان پزشکی لیبل گذاریش مهمه، چون باید یه نیروی متخصصی بیاد و لیبل بذاره بگه این مثلا رنگ کم رنگ یعنی عفونت یا خرابی و این رو لیبل گذاری کنه. و این کارهای آماده سازی داده ما بهش میگیم دیتا پریپریشن. شاید 70% یه پروژه هوش مصنوعیه، چون آماده سازی داده خیلی مهمه. اتفاقا اون الگوریتم معمولا با یه تیوناپی کار میکنه، اما دیتا پریپریشن خیلی مسئله مهمیه. و من حالا اینجا از این برنامه استفاده کنم بگم که ما باید حتما پلتفرمای ذخیره سازی داده و افزایش کیفیت داده رو جدی بگیریم، چه برای بحث‌های کشوری و ملی، چه برای بحث‌های شرکتی. ما متاسفانه به اون اندازه که پولمون رو میذاریم تو گاو صندوق، دیتا هامون رو خوب حفظ نمی‌کنیم. آره واقعا همینطوره. این حالا سعید یه حوزه دیگه هم که یه کمی به تخصص من و تو مخصوصا تو نزدیکه، حوزه بیزینس اینتلیجنسه. یعنی ما خب سیستم‌های بیزینس اینتلیجنس در واقع خب از همون دهه 1990 سالهای 2000 خیلی رشد کرد و استفاده شد و از این حرفا.
بیشترم روی در واقع تحلیل داده های کسب و کار سوار شده بود. ولی خب تو سالهای اخیر روی اونجا هم باز هوش مصنوعی خیلی تاثیرات عمیقی گذاشته و به نظر میرسه که اصلا بازی بی آی به شدت داره دچار تغییرات اساسی شده و خواهد شد. خلاصه اونجا چیه نظرت؟ چه اتفاقاتی افتاده تو حوزه بی آی از منظر هوش مصنوعی؟ خلاصه اینم مسئله خوبیه، چون بالاخره دانشکده‌ای که ما هستیم کسب و کار بهش مرتبطه. ببین الان ما اصلا به بی آی سابق میگیم ترادیشنال بی آی سنتی. چرا؟ چون اون بی آی سنتی دیتای اینترنال سازمان بود. الان میگن تصمیمات مدیران 70% وابسته به دادای بیرونیه. وقتی بحث بیگ دیتا و اوپن دیتا اومد، اون بی آی که صرفا دیتابیس مثلا مالی شرکت خودم رو بگیره تحلیل کنه، خیلی برام کارکرد نداشت دیگه. مثلا برای تصمیمات سطح پایینم خوب بود. اما امروزه همه میرن مثلا تو کدال بورس شرکت‌های رقیبشون رو تحلیل میکنن. آیا این دیتای مثلا سیستم حسابداری خودشونه؟ نه، یه اوپن دیتاییه که بورس ایجاد کرده تو همین کشور خودمون. یعنی نشون میده که ما الان نیازمون به داده‌های بیرونی بیشتر از نیازمون به داده‌های داخلی شده. داده‌های داخلی اثرش رو اتوماسیون سیستمامون گذاشته، اما تصمیم گیریامون وابسته شده به داده‌های بیرونی. و خیلی مخصوصا مدیران ارشد. از قدیم مدیران ارشد مثلا تلویزیون نگاه میکردن، روزنامه میخوندن. چرا؟ جلسات شرکت میکردن برای که داده‌های بیرونی رو به دست بیارن. بی آیی که ما در گذشته یه آمبرلا ترمی میدیدیم روی تبدیل دیتا به نولج، اونم دیتایی که صرفاً استراکچر در مثلا سیستم حسابداری خودم باشه، جداول موجود در سازمان الان شده شبیه یه what happened. یعنی چه اتفاقی در سازمان افتاده است. ما بهش میگیم دیسکریپتیو، توصیفی، what happened. اما what next رو من نمیگه، why happened رو من نمیگه، تحلیل عاملی اینو به من نمیده. چون مثلا من باید اینو با داده‌های قیمت یه چیزی در بورس جهانی چک کنم ببینم این کورلیشن داشته یا نه. خب این دیتا بیرونیه. این دیتا بیرونیه. یعنی حتی اگر بخوام وای هپند همین داده های داخلی رو به دست بیارم، یه داده بیرونی رو نیاز دارم. یا میخواد ببینه بستنیش چرا فروشش کم شده، میبینه هوا سرد شده، داده آب و هوا رو لازم داره. یعنی ما به این نتیجه رسیدیم که بی آی که در گذشته تعریف میکردیم صرفاً داده های داخلی ترادیشنال بی آیه. امروزه بی آی که مبتنی بر بیگ دیتا و اوپن دیتا باشه و سرویس های اوپن رو بگیره. چرا ما مفهوم دست داریم؟ دیتا آنالیتیک از سرویس. شرکت‌ها دارن میفروشن این داده های اوپن رو تحلیل میکنن و میفروشن. این نشون میده در آینده شرکت‌ها علاوه بر بی آی داخلی یه مفهوم دست نیاز دارن، یعنی خرید سرویس های تحلیل داده از بیرون و سازمان های بین‌المللی و بعد اینا رو اینتگریت بکنن و بتونن یه سیستم هوشمند درست بکنن دیگه. در واقع روابط علی محیط بیرون و محیط درون رو بسازن. حالا بخوایم یه کمی هم بحثمون رو جمع‌بندی بکنیم، چون بالاخره ناکن ما خودمون اینجا یه رسالت امیدآفرینی میدونیم، هممون به عنوان بالاخره کسایی که مخصوصا یه نقش دانشگاهی هم داریم عمدتاً، یه کمی کارمون یعنی یه کمی که بخش عمده از کارمون امیدآفرینی در دنیاییه که پر از خلاصه ناملایمات. خلاصه واقعیت اینه که من سوال اصلیم توی انتهای بحثمون اینه، به نظرت مردم و به ویژه جوونا در این عصر دیجیتال هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی چه مهارتایی رو باید یاد بگیرن؟ چجوری خودشون آماده بکنن برای این عصر جدید؟ خلاصه با همون نگاه خوشبینانه‌ای که خودت گفتی که لزوماً ممکنه اشتغالا رو از بین نبره، یا اگه ببره ممکنه اشتغالای خیلی با ارزش افزوده پایین رو از بین ببره و بیشتر کمک میکنه به افزایش بهره‌وری خودمون. من به عنوان یک بالاخره هر حوزه‌ای که هستم احتمالاً به یه قابلیتایی رو داشته باشم که بتونم تو این عصر بیشترین بهره‌وری رو داشته باشم. به نظرت اینا چی ان؟ خلاص اولش که کاملا با شما موافقم که نسل آینده ما مطمئناً خیلی از این هوش مصنوعی استفاده خواهد کرد در زندگیش و بهره میبره و اتفاقا جای ما رو هم خالی کنه. یعنی اگه ما بودیم که حالا شاید بالاخره امیدی باشه و عمری باشه خدمتشون بودیم، ما هم بهره ببریم، ولی مطمئنا زندگی اونا بهتر از ماست، مثل که زندگی ما بهتر از پدر بزرگامون بوده. پس
این ویژگی رو بهشون تبریک میگم که دارن ایشالله توی زمانی زندگی میکنن که ویژگی های خیلی خوبی داره و هم کاراشون راحت تر میشه، هم لذت زندگیشون ایشالله بیشتر میشه و منفعت میبرن. ولی من فکر میکنم که بله، یکی از نیازمندی های این حوزه مطمئناً شناخت و استفاده مناسب از این ابزاراست. چون مثل این میمونه که من الان بگم که من نمیخوام وارد فضای آیتی بشم، ولی میبینم خیلی از کارها اصلا میخوام برم بلیت بخرم بعد برم اون از آیتی بخرم، من میخوام برم مثلا حتی یارانه‌مو دریافت کنم بعد برم این از این سیستم بگیرم. یعنی ناخودآگاه برای زندگی کردن به این شهروند دیجیتال شدن نیازمندم. در آینده هم برای اینکه بتونم اون زندگی خوب رو تجربه کنم، به عنوان یک همزیست هوش مصنوعی بتونم وجود داشته باشم، بعد بالاخره مراوده و تعامل با اون هوش مصنوعی رو بدونم. هم بدونم کجاها واقعا به دردم میخوره، هم بدونم کجاها نباید اصلا استفاده کنم یا ممکنه تصمیم گیری انسانی بهتر باشه. من پیشنهادی که به نسل جدید دارم اینه که مطمئناً با این مفهوم هوش مصنوعی اصلا زاویه نداشته باشن، یعنی حتما برن به سمتش استفاده کنن. چون الان این هوش مصنوعی که دست ماست کاردستیه. عرض کردم اون چیزایی که بخواد به عنوان سرمایه گذاری اصلی بیاد هنوز ما یوزرش نیستیم و خب اون بحثای بیزینسی هم باید پول پرداخت کنیم. این رو حتما استفاده کنن و حتما به کار بگیرن. ولی نکته بعدی که به ما کمک کرده همیشه و همه جا خود روحیه یادگیریه. یعنی ما لایف لانگ لرنینگ رو لازم داریم. یعنی اگر منی که حتی توی سن بالایی هستم بگم نه استاپ دیگه من نمیخوام چیزی یاد بگیرم، مطمئنا بهره مند نمیشم. در حالی که دیدیم نسل گذشته ما حتی رفت از موبایل استفاده کرد. خب یعنی که جذابیت یادگیری رو براشون داشت. اینی که آماده باشن تجربه کنن، آماده باشن مثل شناه بپرن داخل استخر و استفاده کنن و البته نقاط نیازمندیشون رو مشخص کنن. انشاءالله در آینده به زبانهای متفاوت هم این هوش مصنوعی کار خواهد کرد، ولی همیشه زبان انگلیسی به ما کمک میکنه برای درک بهترش. همیشه مطالعه شرکت‌های برتر به ما کمک میکنه و خب فضای دیجیتال و فضای وب و سواد دیجیتال همیشه ما رو یه لایه جلوتر قرار میده و کمک میکنه که بهتر استفاده کنیم. امروزه ما توی مدارسمون و من میبینم تو مدارسمون آموزش برنامه نویسی داریم. خب نه به خاطر اینکه همه برنامه نویس بشن، برای اینکه همه با لاجیک پشت صحنه این داستان‌ها آشنا بشن و بهتر بتونن استفاده کنن و این سواد دیجیتال و این فهم پشت صحنه هوش مصنوعی بهشون کمک میکنه که بهترم استفاده کنن. آره 100% بدون شک. به قول تو من همیشه به بچه‌ها میگم لزوما اینکه بری به زبون برنامه‌نویسی یاد بگیری به معنی این نیست که برنامه‌نویس بشی. نه، میتونی بفهمی که دنیای پیرامون این برنامه‌ها چیه و چجوری در حال شکل گیریه. حالا ما در واقع اگه بخوام یه جنبندی بکنم، بدون شک پس با توجه به توضیحاتی که تو کردی ما میتونیم یک تصویر نسبتا خوشبینانه ای از اثرات هوش مصنوعی حداقل از منظر افزایش بهره‌وری کارهایی که داریم انجام میدیم از یه منظر و ابزارهایی که ممکنه زندگی ما رو به شدت راحت تر بکنه و به شدت زمان آزاد بیشتری در اختیار ما قرار بده برای پرداختن به هابیامون و به علایق شخصیمون هم احتمالاً بهمون خواهد داد. همونطور که در طول زمان این اتفاق افتاده دیگه، یعنی همین الان هم در بیشتر کشورهای دنیا ما 2.5 روز تعطیلی داریم. همین الان احتمالاً با ظهور هوش مصنوعی میشه 3.5 روز دیگه، احتمالاً نیمی از هفته خلاصه مردم تعطیلن و میتونن به زندگی سواحل دارن استراحت میکنن، در واقع استراحت میکنن. پس بازی هوش مصنوعی احتمالاً یه فرصت خیلی پررنگی خواهد بود برای ما، برای اینکه بتونیم یه بهره‌وری و نحوه فعالیت و زندگیمون رو بتونیم یه کمی ساده تر از گذشته بکنیم. ممنونم از اینکه با من همراهی کردی. امیدوارم که بازم بتونیم با هم دیگه صحبتی داشته باشیم. اگه نکته پایانی هم داری در خدمت هستیم. خیلی ممنونم هم از دعوت شما، هم از این بالاخره صحبتی که داشتیم که عمیقاً بالاخره جنبه‌های مختلف هوش مصنوعی رو صحبت کردیم. به عنوان آخرین نکته عرض کنم، به عنوان یه معلم، مطمئناً نسل بشر همیشه با خرد جمعیش بهترین ها رو انتخاب میکنه و در طول زمان، در طول این میلیون ها سال بشر به سمتی حرکت میکنه
که منفعت کل جوامع رو داشته باشه. پس هر تکنولوژی و هر فناوری که بیاد در دراز مدت به ما کمک میکنه و ما فقط باید یک روحیه انعطاف پذیر و یادگیرنده داشته باشیم و مقاومتمون رو در مقابل تغییر کم کنیم، چون این تغییره گاهی وقتا مثبته و ارزش ریسک کردن رو داره. و من اتفاقا دعوت میکنم از همه، حتی سیاستمداران، که شاید با افزایش مطالعهشون، با افزایش آگاهیشون بیان و وارد گود بشن و مثل خیلی از کشورهای همونطور که شما فرمودی آسیای شرقی بتونیم یه محفل خوبی باشیم برای توسعه فناوری ها و حداقل به کار بردن این فناوری ها در راستای اهداف هم ملی و هم انسانی که داریم. بسیار عالی، متشکرم. واقعا به نظرم دنیای آینده آدم‌هایی توش توانمند خواهند بود و باقی خواهند موند، یعنی میتونن رقابت پذیر بشن اصطلاحاً، که بیشتر از این که به این فکر باشن که چی یاد بگیرن، بلد باشن که چگونه یاد بگیرن. یعنی واقعا این لایف لانگ لرنری خیلی مهم. به خاطر همینه که ما باید به طور مستمر فقط بدونیم که باید یاد بگیریم، بیشتر از این که حالا چه مدرکی بگیریم چه تخصصی. اگر این تو مسیر یادگیری باشیم خود به خود این مسئله حل میشه دیگه. خلاص دقیقاً. ممنونم از اینکه با هم بودیم، ان شاءالله بازم ببینم. سلامت باشید. فعلا خداحافظ.